از فضیل ابن عیاض رحمه الله پرسیدند که عمل مقبول کدام است؟ یعنی عملی که خداوند آن را قبول می کند کدام است؟ فرمودند آنی که خالص و صواب باشد. این سوال به مناسبت این آیت بود که خداوند در آیه 19 سوره نمل از دعای حضرت سلیمان علیه السلام خبر می دهد: استعیذ بالله و ان اعمل صالحا ترضاه، یعنی و مرا توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته که تو خوشنود شوی انجام دهم. در اینجا حضرت سلیمان علیه السلام از خداوند درخواست نمود که او را توفیق عطا فرماید که عمل صالح انجام دهد، ولی عمل صالح را به آن قید نمود که الله متعال از آن راضی باشد. از او پرسیدند که ای فضیل، عمل صالحی که خداوند از آن راضی می شود کدام است؟ فرمود آن عملی که خالص و صواب باشد. خالص یعنی به خاطر رضای الله انجام شود و صواب یعنی مطابق سنت و مطابق تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. خلاصه فقها و مجتهدین رحمهم الله نوشتند که برای قبول شدن هر عمل دو شرط است. یکی اخلاص، یعنی که خاص به خاطر رضای الله انجام شود. دیگری ثواب، یعنی عمل مطابق سنت و تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام شود. اگر در هر عملی که یکی از این دو شرط یافت نشود، چون این عمل به درگاه خداوند قبول نمی شود. بسیار وقتها ما عملهایی را انجام می دهیم که در آن اخلاص هست، یعنی آن را ما به خاطر رضای الله انجام می دهیم، ولی موافقت به سنت نیست، اگرچه به نظر کاری خوب می نماید. پس برادران و خواهران عزیز، این را فراموش نکنید که هر کاری که به نظر ما خوب می نماید قابل اجر و ثواب نیست و هر کاری نیکی را خداوند قبول نمی کند، بلکه آن عملی را قبول می کند که در آن این دو شرط وجود داشته باشد: یکی اخلاص، دیگری موافقت به سنت و تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم. کتاب الله دستوری، كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري لهدي